زنی که حامله هست تا چند ماهگی میتواند با شوهرش همخواب بشود. یعنی اگر مثال زن حامله دار شد، آیا یعنی وقتی دارد که مرد مقصد با او همخوابه نشده؟ در شریعت یعنی این گویم این خیل وقت یا این خیل روز جدا نشده است. اگر مقصد همون خواهش زن باشد، یگان مشکلات برای همون زن یا برای فرزند ایجاد نشود، برای مرد یا برای زن اگر خواهششون باشد اجازت است، هیچی باکی ندارد. یعنی برای این خیلی معین نشده است که همخوابگی مثال تا 7 ماهگی باشد یا تا 8 ماهگی باشد، این خیلی معین نشده است. باز میگویم که اگر همخوابگی به خود زن یا به خود فرزند یگان مشکلات نیارد و رضاگی هر دوش باشد، هیچی باکی ندارد. همخوابه شدنشون یگان گناهی نیست. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی‌اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. خب در روسیه بودنم با خدمت حربی بردن، در آنجا فقط به گوشت خوک خوراک میپزند و با همان کولیز خوراک ما را میبردارند. به خاطر حرام بودنش چند وقت نخوردم، سلامتیم را از دست دادم. اگر نخورم قوه خدمت را کرده نمیتونم، چیکار کنم بابا جان؟ یعنی کدام دادری ما باشد در روسیه در خدمت عسکری هست. و البته روسیه یک مملکتی هست برادران عزیز که اون مملکت اسلامی نیست، یک مملکتی بگیم کفر است و در اونجا خوراک اونها بگیم همون خوگ است و از همون حرام ها فرق ندارد، استعمال میکنن. برای همین شما که از بس که در ضرورت که هستین، آیت قرآن هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، الله مهربان در حالتهای وقتی اضطراری میزنین، در حالتهایی که مضطر میمانین، دیگر هیچ چاره ندارین، برای شما همون حرام ها مباح میشود. یعنی شما در خوردن او برادران عزیز گناهکار نمیشین. برای همین شما از همون حرام ها بخورین تا قوت همون خدمت و قوت مثال همون کار و بار کرده توانین، سلامتی را از دست نتین. وقتی که خدای مهربان شما در با یک حالت فراهمی و حالت خوب که آورد، در اینجا باید شما تقوا کنین و در اینجا شما باید احتیاط کنین. استاد عزیز، من میخواهم نماز خوانم ولی کتاب خواندن نمیتونم، چیکار کنم و چه نماز خوانم؟ چون که در سرم حفظ کرده هم نمیتونم. خب این سوالی که برادر ما کردن، یعنی یک نفری که شاید از حساب پیرانسالی باشد، دیگر یگان حرفی در سرش نمیستد، لیکن شما میتونید که حتی همون را اگر خوانده توانید در ورق بنویسین، در دستتون بگیرین، در همون هر یک عملی را که در مثال حالت قیام، در حالت رکوع، در حالت سجده شما از همون خوانین و همون حرکت های نماز انجام تین، انشاءالله ثواب میگیرین. از روی که شما مقصد دست بالای زانو میشیدین چیکار کنم، این راهی که من برایتون نشان دادم، از این راه کار بگیر، این بهتر است. سبب بابای حاجی فرزندم 12 سال می شود صاحب فرزند نمی شود، شما چی مصلحت میتید برای اینو؟ انشاءالله دعا کنید. گپ سری 12 و گپ سری 15 نمی رود. انشاءالله شما دعا کنید که خدای مهربان
اکو این در دست الله است. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکورا. خدای مهربان میگه بچه هم دختر هم همه در دست منه. فقط شما الله را دعا کنین، الله را از الله این نعمت را بخواهین، خدای مهربان برای شما این نعمت چه عطا میکنه. برای من فقط برای شما مصلحت میتونم که برای این حالت مثال طلاق نکنن. صبر کنین کو ببینین، از نظر دکترها بگذرونین کو چی میگن، بعد خلاصتون رو برارین. من صاحب همسر و 3 خواهر میخواهم بابا جان برادر کلانی دشنامهای قبیح از دین بیرون گوید، با این خیل برادر سخن کردن جایز است یا نه؟ یعنی برادرایی که بسیار سخنهای قبیح تون میگن، برادرایی که بسیار آزار تون میتین. مقصد اولی در اینجا یک سوال دیگر هم هست، برادری که در نبودن برادرش با زن او هم خواب شده است، به خاطر خدا از این خیل برادرها یک مدت شما فاصله بگیرین تا اصلاح شدن شدن. اصلاح کشیدن انشاءالله باز شما برادریتون دوام میدید. مادر تنها گلی گلزار باغم مادر، بعد از خدا تنها امیدم مادر. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم. تو با بدیم سوختی و ساختی، تنها چراغی خانه را افراختی. من را ببخش تنها به خود پرداختم. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات ورافع درجات ومنزل البركات، ويا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. پروردگار مهربان بخشیدیم، هدیه کردیم ثواب و ثمره کلام پاک جان بخشت را، ثواب و ثمره آشنان همه گفته ها و پند و نصیحت های شده را از جانب فرزندان و برادران و خاندان
برای ارواح قبلگاهشان، برای ارواح کمپیر مادر خدایا برسانی، روح ارواحشان از نام خانواده‌شان حاضر و خرسند بگردانی، قبرشان از پرنور و منور و معطر بگردان و باقی ماندهشان در این مصیبت صبر و در عوض این مصیبت درهای رحمت، مغفرت، فیض، برکت، آبرو و عزتت را برایشان باز بگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. الحمد لله الذي اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین و صلی الله علی خیر خلق سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد صلی الله علیه و سلم و آله و اصحاب اجمعین برحمتك.